سرخط مهمترین خبرها، مشکل در استفاده فیسبوک و اینستاگرام، اعلان دعوت بهاری جوانان به ارتش و یک دانشگاه تاجیکستان استفاده تلفن را برای دانشجویان منع کرد. درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 6 مارس است و ساعت در دوشنبه 9. شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و پیامرسان مسنجر که به شرکت متا تعلق دارند، برای بسیاری از کاربران در سراسر جهان شب گذشته دستنارس شدند. وبسایت داون دتکتور روز 5 مارس نوشت که این حالت ساعت 8 شام به وقت دوشنبه شروع شد. با گزارش رایترز درباره دستنارس بودن فیسبوک، دست کم 300,000 شکایت رسیده است. 40,000 نفر دیگر گفتند برای درآمدن به اینستاگرام مشکل دارند. در تاجیکستان هم کاربران از استفاده شبکه‌های وابسته به شرکت متا محروم شدند. نگرانی بسیاری ها از آن است که احتمال صفحه های آنها شکسته شده است، ولی سخنگوی متا گفت میدانیم آدمان برای دسترسی به خدمات ما مشکل دارند و حالا روی حل آن کار میکنیم. در مورد مشکلی در واتساپ نیز گزارش رسیده است، ولی بعضی از کاربران در تاجیکستان گفتند فعلا از این پیام رسان آزادانه استفاده میبرند. بینندگان عزیز، اگر شما هم به این حالت دچار شدید، لطفاً نویسید که آیا مسئله حل شده است یا تا حال باقی است. پرزیدنت امام علی رحمان فرمان دعوت بهاری جوانان به ارتش را امضا کرد. در این فرمان که بگاه 5 مارس نشر شد آمده، سربازانی که مهلت خدمت را ادا کردند در ماه‌های اپریل می به خانه جواب داده شوند. به جای آنها جوانان سالهای تولدشان 1997 2006 به ارتش دعوت می شوند. دعوت بهاری جوانان از 1 اپریل آغاز شده تا 31 می ادامه می کند. سالانه در تاجیکستان 2 مرتبه در بهار و تیر ماه جوانان را به ارتش دعوت می کنند. تقریبا در هر موسم دعوت شکایت ها از سرباز شکاری ابله و فشار با والدین برای حاضر شدن پسرشان به ارتش رسانه‌ای می شود. از جمله هفته گذشته از چند منطقه تاجیکستان ساکنان شکایت کردند که والدین چند جوان را به مقامات دعوت کرده طلب نمودند که فرزندانشان را از روسیه آورده به ارتش فرستند. مقامات این شکایت ها را تصدیق نمی کنند. هواشناسان پیش بینی می‌کنند که سر از امروز 6 مارس هوا در تاجیکستان گرم خواهد شد. به اطلاع آژانس آب و هواشناسی امروز حرارت هوا روزانه 5-7 و شبانه 1-3 درجه گرم خواهد بود. طبق این پیش بینی پگاه 7 مارس حرارت هوا تا 10-12 درجه گرم می شود. در منطقه‌های کوهی همچنان حرارت سرد پیش بینی می شود. دهه آخر ماه فوریه و اول ماه مارس امسال هوا در بسیار منطقه‌های تاجیکستان از جمله شهر دوشنبه یک بار سرد شد. آژانس آب و هواشناسی هشدار داده است که تا 7 مارس در منطقه‌های کوهی ناحیه تابع مرکز، راه دوشنبه خوجند و ناحیه‌های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خفی سرزدن ترما باقی می‌ماند. در روزهای سرد ساکنان از کمبود برق و آب و گرمی شکایت کردند. یک دانشگاه تاجیکستان اعلام کرده است که استفاده اسمارت فون برای دانشجویان را در حدود دانشگاه و وقت درس منع می‌کند. به نوشته صفحه فیسبوکی دانشگاه آموزگاری به نام صدرالدین عینی، این قرار ماه سپتامبر سال 2024 به اجرا می‌دراید. مسئولین گفتند اسمارت فون ها یا تلفن های سنسوری بر روند درسخوانی دانشجویان خلل می‌رساند. رهبریت دانشگاه آموزگاری از والدین دانشجویان خواستند فرزندان خود را بدون تلفن های سنسوری به درس فرستند. دانشگاه آموزگاران خود را همچنین وظیفه‌دار کرده است که درباره ضررآور بودن استفاده اسمارت فون ها مقاله نویسند. این تصمیم دانشگاه آموزگاری انتقاد بعضی کاربران را در شبکه فیسبوک به میان آورده است. بلال نوروف، سابق خطیب کرده این دانشگاه، نوشته است دانشجویان در وقت درس باید از استفاده تلفن خودداری کنند، اما با خود نگرفتن تلفن نادرست است چون والدینشان خواطر میشوند. کاربر دیگر فیسبوک هم این قرار دانشگاه آموزگاری را دشواری برای دانشجویان گفته است. حالا معلوم نیست که اگر دانشجویان دانشگاه آموزگاری با خود اسمارت فون آورند برایشان چی جزا داده می شود. بینندگان عزیز، نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. این شب و روز از تولد هنرمند سرشناس، آوازخوان شهر و خونیاگر معروف اکاشریف جورایف 130 سال می‌گذرد. این هنرمند سال 1894 در درواز تولد شده، بعدها به غرم و دوشنبه می‌آید و در جمع آوری احیا و رشد موسیقی ملی تاجیک سهم می‌گیرد. اکاشریف جورایف با ایجاد سبک مخصوصی آوازخوانی و آهنگسازی بر پایه سبک سنتی آوازخوانی در درواز و با آموزش دادن موسیقی مناطق دیگر از جمله مورگی خوانی و 6 مقام رویه تازه را اساس گذاشته است. محققان آثار هنری این هنرمند سرشناس او را از احیاگران موسیقی ملی می‌دانند. همکارانم ارشاد سلیمانی و برات یوسفی مستند به افتخار 130 سالگی این خونیاگر ساختند که پاره از آن را با هم می‌بینیم. این خانه را 77 سال قبل هنرمند زنده یاد
اکاشریف جورایف با داستان خود بنیاد کرده است. خانه‌ای که بعدها مکان گرد آوردن نمونه‌های از موسیقی پراکنده تاجیک و ساختن موسیقی میلی شد. او تمام عمر باقی اینجا زیست، ایجاد کرد، هنر را به صحنه‌های بزرگ شوروی و شرق کشید و در این منزل دنیا را ترک کرد. دیوالگری نقض بود. خیلی هنراش میگن که همین خانه را خودشون دیوال. ها خودش دیوال کردگیه هم باشه. این برای همین چند بار خیزاندنش بودن مونده. نه حمله کلام بودی سر. در جوانی اکاشریف جورایف پهلوان بود. در نوروزی به افتخار تأسیس جمهوری مختار تاجیکستان در غرم میدانداری بی‌مثل می کند و مورد توجه نصرت الله مقسوم از رهبران وقت کشور قرار می گیرد. چپ حلیک داشت بوم. من یاد دادگی بود یا وقتا. خیلی کودک مایدگیشه میزنم. دیمش میبرویه. دیمش هم میزنم با هم محیله. سهمش میبرویه. سه اکاو داداره میزنه. این دیگه اورت و پلنگ دیگه بازی. بعد نصرت الله مقسوم میگش که تن در روز نمیره. وقت در روز حیاتی غرم ده بود. خیلی میگن که همه دختری خسرو محمد شاه برادرش کلانی پدرش نبودک. میگه که هوای فیراد کنی. فیراد کنی خیلی نصرت الله مقسوم های میگردن میارن. میگه که همینجا زن میتیمد. خیلی کلانه پیش گپش نمیگرداندن. خیلی راضی میشه. یک چند سال تا فرزندوی دو فرزندش قندیل مقیم دقیقا تولد میشه. بعد در روز میره. شکل کامل مستند به زودی در همه پایگاه‌های رادیوی آزادی نشر می شود. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 6 مارت را فرا می گیرد. 6 марти соли 1869 дар шаҳри Санкт-Петербург дар ҷамъияти кимиёшиносони Русия бори аввал ҷадвали элементҳои донишманд Дмитрий Менделеев муаррифӣ шуд. ин ҷадвал ки бахши муҳими барномаи таълимии мактабҳои миёнаи Тоҷикистон ҳам дониста мешавад, вобастагии байни хосиятҳои гуногунро аз массаи атомӣ шарҳ медиҳад. ҷадвали Менделеев ҷузъи муҳими назариявии асосҳои кимиё ба ҳисоб меравад. 6 марти соли 1953 баъди даргузашти диктатори шӯравӣ Сталин, Георгий Маленков ба муҳлати 2 сол раиси шӯрои вазирон ва амалан раҳбари иттиҳоди шӯравӣ шуд. Таърихшиносон мегӯянд ӯ ташаббускори барҳам додани фарҳанги кеши шахсият дар матбуоти шӯравӣ, хостори ислоҳоти иқтисодӣ, тақвияти нақши саноати сабук ва камтар кардани нуфузи мақомдорони ҳизбӣ буд. поягузори равобити танготанги сиёсию иқтисодӣ бо чин ҳам дониста мешавад, вале барои нақшаш дар саркӯби рӯшанфикран ва яҳудиҳо дар охири солҳои 1940 ӯро сояи Сталин ном мебаранд. 6 марти соли 1928 донишманди адабиётшинос Расул Ҳодизода таваллуд шудааст, ки дар 82 соли умраш асосан бо омӯзиши осори рӯдакӣ маъруф шуд. ба иловаи ин муҳаққиқи таърихи маърифпарварон, муаллифи романи Ситорае дар тирашаб дар бораи зиндагии Аҳмад Дониш, Парвози Шоҳин ва асарҳои дигар буд. як хидмати дигари ӯ ба адабиёт ба ҳуруфи кириллӣ баргардонидани осори классикон ва ҳам иншои адабиёти дарсии мактабӣ будааст. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریبا بی تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 118 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد 1094 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامدادی. اگر خبری یا نظری دارید حتما به ما فرستید. فردا شما را در همین وقت و ساعت انتظاریم.